درود بر شما. توی چند سال اخیر مردم برای درست کردن آتیش از میراث چند هزار ساله بلوط توی جنگل‌های غرب کشور استفاده میکنن. این کار باعث شده که تراکم جنگل‌ها کم بشه و این آسیب بسیار جدی میزنه. این میراث برای آیندگان ماست و فرزندان ما هم باید از این جنگل‌ها بتونن لذت ببرن و استفاده کنن. برای همین ما امروز اومدیم و تعدادی نهال آوردیم، اینها رو میکاریم که انشالله این روند نابودی جنگل ها با همت همه مردم معکوس بشه و بتونیم کاری بکنیم که این جبران بشه، این آسیب هایی که توی این چند سال مردم وارد کردن به این جنگل ها. خب نهال بلوط رو میشه کاشت، بذرش رو هم میشه آورد توی زمین کاشت. متاسفانه یه معضلی که وجود داره توی این منطقه اینه که مردم ماشین ها رو تا اعماق جنگل میبرن و این باعث میشه که نهال هایی که در اومدن دو برگی شدن رو له کنن و این خودش یه معضل بزرگیه. برای همین ما میتونیم که این نهال ها یا بذرها رو در کنار صخره‌های بزرگ بکاریم که این خطر له شدن توسط چرخ ماشین ها یا له شدن توسط پای افراد رو پایین تر بیاره و این خودش باز یه کمکی میکنه. اما یه معضل دیگه ای که وجود داره اینه که احشامی که میان اینجا میچرن توی این مراتع و جنگل ها، اینها هم مشکل درست میکنن. برای همین باید این سنگ ها رو به این شکل کنار نهال گذاشت تا اینکه احتمال اینی که این نهال هایی که بسیار آسیب پذیر هستن توسط احشام از بین برن یا توسط ماشین ها له بشن رو این خطر رو کمتر میکنه. حالا یه صخره دیگه و میایم کنار این یه نهال دیگه رو میکاریم. حالا بهتره نهال جایی کاشته بشه که آب بیشتری بهش برسه، مثلا توی جاهای کم ارتفاع باشه بهتره، روی تپه نباشه، پایین باشه که نمناکتره. حالا بهتره توی 1 سال اول بهش آب داده بشه تا این نهال قدرتمند بشه و ریشه پیدا بکنه که این ریشه ها باعث میشن که توی زمانهایی که بارندگی وجود نداره بلوط خشک نشه. از جمله نهال های دیگه‌ای که میشه توی این جنگل های غرب کشور کاشت، نهال گلابی وحشی هست و زالزارک هست و چند تا گونه دیگه که گونه های خودروی جنگلی هستن و این گونه نهال ها رو میشه آورد توی مناطق که زاگرس هستش کاشت. و یه معضل دیگه ای که اینجا وجود داره اینه که مردم میان کنار درختان آتیش روشن میکنن که این خودش فوق العاده آسیب میزنه به درخت ها. نیاز داره از طرف نهادهایی که متولی این امر هستن یه سری فرهنگ سازی ها صورت بگیره، نصب تابلو اعلانات، نصب یه سری از منقل های بتونی توی جنگل ها، اون گوش زد کردن موارد قانونی که اون جرم هایی که داره برای افراد و اینی که بدونن که اگر این آسیب ها رو وارد کنن چه مجازات هایی رو